در تالار نمایشی آثارخانه تاریخی ولایت سوخت به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نمایش تحت عنوان دانش طلب و بزرگ آموز برگزار گردید. گفتن جایز است که این چاره‌بینی با تشبث شعبه تاریخ دوره معاصر مؤسسه مذکور تشکیل گردیده در آن دستاوردهای بی‌نظیر ساحه معارف و جوانان بالای قد به معرض تماشا گذاشته شدند. در نمایش کامیابی‌های طالب علمان مکاتب تحصیلات عمومی شهرهای خوجند، بستان، گلستان، اینچنین ناحیه‌های جبر رسول، سپیتامین و مکتبی به نام آنتون پاولویچ چخوف معرفی گردیدند. قابل ذکر است که طالب علمان مذکور در آزمون‌های بین المللی و جمهوریوی در سالهای سپری شده فعالانه اشتراک نموده سزاوار جایهای افتخاری و جایزه‌ها گردیدند. همزمان در نمایش دستاوردهای آموزگاران سال، گیرندگان استیپندیهای رئیس ولایت و رئیسان شهر و ناحیه‌ها، اینچنین کوبک‌ها و مدال‌های ورزشی به تماشا گذاشته شده از جانب رهبران مؤسسه معرفی گردیدند. مقصد اساسی ما این در هر یک خواننده بیدار نمودنی حسی خویشتن‌شناسی و تندرستی بوده. هر یک خواننده‌ای که اومده از این نمایشگاه دیدن می‌نماید، آنها باید که مثل همسبقان خود در آزمون‌های المپیادها پیش صف بوده جایهای نمایان را اشغال نمایند. در مجموع چنین چاره‌بینی‌ها همچون زمینه استوار در سیاست دولتی در سمت معارف خدمت کرده برای پیشرفت جامعه و تحکیم پایه‌های دولتداری اهمیت خاص دارد.